به لطف همستر و ایردراپ‌های تلگرامی دیگه الان هممون رو گوشیامون تونکیپر رو نصب داریم. ولی میدونستی با همون تونکیپری که تو گوشیت داری میتونی هفته تا $20 بدون هیچ کاری درآمد داشته باشی؟ برای این کار وارد ربات میشین، گزینه استارت رو میزنین، همون گزینه اول رو میزنیم و رو تمام این گزینه‌ها میزنیم تا تیک سبز بخوره. بعد دوباره برمیگردیم توی ستینگ، اینجا گزینه اتنتیکیت تونکیپر رو میزنیم تا به ولت تونکیپر ما هم وصل بشه. مجدد گزینه اتنتیکیت رو میزنیم، یه پیام میده و اینجا باید بهش دسترسی بدیم که به تونکیپر ما وصل بشه. خب اینجا ربات به ولت تونکیپر منم وصل شد. یه کار دیگه بعد انجام بدیم، میریم تو ولت تونکیپر، از قسمت براوزر اینجا میایم و تو بخش NFT روی گت جیمز همون اولی کلیک میکنیم، وارد سایت گت جیمز میشه. گت جیمز در واقع مثل اوپن سیه و مارکت پلیسیه برای NFT های شبکه تون و کاری هم که این ربات انجام میده، در واقع کاری که داره انجام میده، تمام فریمینت ها و NFT های رایگانی که رو شبکه تون هست رو خودش برای ما به صورت اتوماتیک میگیره و وارد ولتمون میکنه. از وارد سایت گت جیمز میشیم و اینجا روی گزینه کانکت ولت میزنیم و ولتمون رو به سایت گت جیمز هم وصل میکنیم. خب ولت من به سایت گت جیمز که الان متصل شد، این برام که رباتم وصله و داره کار میکنه و کاری که باید بکنه باید صبر کنیم که خود ربات بیاد فیلمینت هایی که روی شبکه تون هست رو به پروفایل من اضافه بکنه. برای این کار وارد قسمت پروفایل میشیم اون بالا و مجدد روی گزینه پروفایل میزنیم و اینجا که بیاین پایین الان نگاه بکنید یه دونه در واقع NFT برای من گرفته. هر زمان که وارد بخش پروفایلتون شدیم و دیدین که NFT اینجا اضافه شده، در واقع این ربات کار کرده و کاری که میکنید روی اون NFT میزنید و این پایین گزینه کلیم NFT رو میزنید تا به لیست NFT های شما اضافه بشه. خب من NFT رو کلیم کردم و الان اینجا میتونم پوت آن سیلش بکنم و این NFT رو برای فروش بذارم که حالا بعد اون کالکشن رو نگاه بکنید و ببینید با توجه به قیمت های اون کالکشن NFT خودتون رو برای فروش بذارید. برای دریافت لینک این ربات فقط کافیه کلمه لینک رو تو کامنت ها بفرستی و سریع بری دایرکت تو چک کن.